سلام علیکم. مردکاش گم میکنیم، زنکاش گم میکنیم. در مسکو بودیم، میگفتم یا جین زدن نمیفهمن سوز. در عربستان ورودی با هیچ یارا جین نزده چیکار کردیم میفهمونیم شو. میگم باتای نمیجا را بیان نمیوین، صداشون میکنی نمیوین. بعد میگن رو بلتی ما سوزا میکنیم. خودم در بدرم یه ساعت زیاد شد که کافته سم شو. خدا سرم تا خورده ایستای. خوشو به حال همون انسانی که تاجیکار رهبلتی میکنه، هر دهلوبوی جدا مثلا چی در تاجیکستان باشه چی در خارج وطن باشه، خوشو به حالتونه به نام الله. گفتم از جین زده های مسکو کم آرام شیم که اوقا میفهمونی نمیفهمه که همه شمی خیر بلسن. سبحان الله. بعضی هاشون اوقا میفهمونی چی باتای نمجه را بیوین بون استان. الله نیابان تو مشاهد در حق حاجا دعا کنین که حاجا گم شدن انشاءالله که خیلی حاجا نکردن کلام مساقی که این عمرشونه و صبحتی نماز بانداده به جماعت خواندن 100,000 رکعت ثواب گرفتن. نوبت یک مشقت چون حج مشقتی داره، نوبت مشقت چون گیشنه تشنه بکوانیقه بعد به قدر حاجی ها برسن، بعد بفهمن که حج چقدر مشقت داره. فکر میکنم که راه بلد باید هر یک کدوم میره، 41 آدم کدوم میره ما با ناز بازارش. الله نیابان تو خودم در بدر پولیج رفته ایسم پاپشام یک کزگه برده باز خودم پولیج میره. اینا با گفتمش که ما بودا در اوجه گم شدین توالت نمره 3 بیایید این اینجا اجداد کنین. اینا نیستن. ای خدا جانه خیلی چکار کنیم. الله نیابان تا همشد یک جا هستیم با سیم کارت نمیخرن. همین برادرایی که مادراتان روی میکنین در نام تا صدقه خطیه بگوت یا با $50 بدین که برای سیم کارت بیکم 5 ریال. اینا باپوتی با 5 ریال لشلوب که میخریم که باپوتی بریم. خلاصی گپ که همو $50 دیا بتین برای چی؟ لا اله الا الله. اینا لشلوب که خریدیم اینا. بارک الله. رحم برکت تکی زنه کرده اینجا. چخته 5 ریال فرود. الله نیابان تو مشه حداقل همو پول جلید نکنی کم که بریم تا گم میشون سیم کارت نمیخرن. گم میشون بعد میکوبیشون. سیم کارت قیمت در عربستان مگابایت قیمت گیگابایت قیمت همه چی قیمت. الله نیابان تو مشه اگه اومدین گفتم که جلید نکنی جای اکانوم نیست جای چی نیست خیلی چو کنیم قیمت های زکانش هم خیلی های اما رو میفره گفتیم قیمت باشه و نخریم بگردیم در بگردیم بکویم حاجا را گردی کعبه و گردی چی او خیبت نمیفهمم با که میفهمونیشون که به این همجره بیاین نمیفهمن. بعد میشن ویدیو کنم که در یوتیوب شرکی چیز وای فای هم کس بدرویم ببینن. الله نیابانتون باشه. سلام علیکم. در حقشان دعا کنیده گیجنه و تشنه یاف شوان. خودم دین از هیچی نخوردم. بخشش زیاد. الله نیابانتون باشه. چی در روی اکران چی پس از اکران همه یک خیلیم شوخی میکنیم تا اینکه تعب شما را خوش بیایه و حاجی را بیاییم. حاجی گم شده دیگه زنگ زدیم که اصلا نیست. بعد نماز بانداد در ساعت 4 خوندیم ساعت 6 بعدی بانداد 2 دقیقه جنازه رو نخوندن 2 دقیقه به سر امنا رفتم که بیستیم که گم تا نکنیم. یک شب کم واش گریختن اوسو که نمیدونم خدا نگهبان شما باشه. سلام علیکم.